درود دوستان، خوش آمدید به وبسایت توران زمین. با یک کلام تاجیکستان، تجلی نامی تاریخی توران در این روزگار و نیشانی زنده بودنی آن است. تاجیکستان در واقع یک تورانی کوچک است. نباید فراموش کرد بلکه افتخار کرد که واریسانی اصلی و مستقیمی تورانیانی فرارود همانا تاجیک ها هستند. توران، نام یک منطقه در آسیای میانه به معنی سرزمین تور به زبان پارسی میانه است که از اون سوی آمودریا، جیهون، یعنی ماوراءالنهر به خارزم متصل بوده است و از مشرق تا دریاچه آرال امتداد داره. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تورانیان اصلی از نژاد آریایی سکاها در عصر اوستا هستند. واژه تورا در یشتهای اوستا قبایل چادرنشینی را توصیف می‌کند که اسب‌های تانپا دارند و دشمن ایرانیان یک جانشین هستند. در منابع آشوری 641 یا 640 پیش از میلاد، این قبایل چادرنشین سکایی شناخته می شدند. در کعبه زرتشت، توران جزء ایالت‌های ایران آمده، کهن‌ترین منبعی که به واژه توران اشاره می کند، کتاب اویستاست و تمامی تورانیان در این کتاب نام‌های ایرانی دارند. تورانی‌ها و شاخه‌ای از قوم آریایی سکاها با فرهنگ نازل‌تر بودند. در کتاب‌های پهلوی نیز نام‌های تورانیان همه ایرانی است. در شاهنامه هم نام‌هایی مانند پشنگ و ارژنگ، افراسیاب، گرسیوز، اغریرث، گروی، کهرم، سپهرم، اندریمان، سرخه، شیده، فرنگیس، منیژه، ریسه، فرشیدورد، لحاک، اومان، پیران، بارمان، پیلسن، گلباد، نستیهن، شواسب، ارجاسب، بیدرفش نام خواست. کاملاً آشکار می‌سازد که تورانیان عصر اوستایی، قوم و قبیله‌های ایرانی بودند. ایرانی شاخه‌ای از اقوام آریایی هستند که خود به دو دسته ایرانی شرقی، سکاها و ایرانی غربی، مادها و پارسها تقسیم می‌شوند. مردم ایران و توران به عنوان یک قوم محسوب می‌شدند که هر دو از نوادگان فریدون بودند، اما با دو قلمرو مختلف و اغلب نیز با یکدیگر در جنگ بودند. توران هیچ ربطی به ترک‌ها ندارد. در واقع با توجه به شاهنامه دست کم 1500 سال پس از اوستا، قبایل کوچه‌نشین که ساکنان این سرزمین بودند توسط ترک پسر دوم فریدون بود رهبری می‌شدند. از اویستا و کتب دینی پهلوی و داستان‌های ملی و اقوال مورخان قدیم برمی‌آید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بودند. منتها ایرانیان زودتر شهرنشین شدند و تورانیان به همان وضع بیابان نوردی و چادرنشینی باقی ماندند. در کتب متأخر، منطقه توران و چین و ماچین و تبت و شرق را به تفاوت خاک تور و ممالک روم و آلان و مغرب را خاک سلم دانستند. برخلاف این پندار، توران و سرمان و دو مملکت دیگر ساینی و داهی، هر چهار مانند خود ایران مرز و بوم آریایی است. تور پسر فریدون در افسانه‌های باستانی ایران است. هرچند از نظر فرهنگی هیچ ارتباطی بین تورانیان شاهنامه و فرهنگ باستانی ترک‌ها وجود ندارد. باید به این نکته اشاره کرد که در نوشته‌ها صفویان، عثمانیان را رومی و دولت روم می‌خواندند. در حالی که عثمانیان یونانی رومی نبودند، ولی چون زیست بوم آنان از دیرباز روم نامیده می‌شد، این نامگذاری بر سرزمین عثمانیان در میان مسلمانان رواج داشت. همچنین در این دوران، آسیای میانه و دولت شیبانیان اوزلاک را توران می‌خواندند. سراسر نام‌های تورانیان دارای ریشه ایرانی است. در شاهنامه فردوسی که برگرفته شده از خداینامه است، تورانیان با ایرانیان دارای یک ریشه هستند، آنگاه که از پادشاهی و تقسیم سرزمین‌ها به دست فریدون سخن می‌رود. تور و سلم و ایرج هر سه فرزندان فریدون هستند. یکی از این سرزمین‌ها سرزمین تور در همسایگی و مرز به مرز ترکان و غولان در شمال چین است که به تور و برادر ایرج، نماد ایرانیان می‌رسد. سرزمین توران و تورانیان با سرزمین سکاها و قوم سکا برابر است. حقایق هیچ از ملت‌های آسیای میانه به اندازه تاجیک‌ها برگردنی تورانی تاریخی نیست، زیرا مردمانی تاجیکانی فرارودی کهن و زمینی تاجیکستان نیز بخشی کوچکی تورانی تاریخی است. با یک کلام تاجیکستان، تجلی نامی تاریخی توران در این روزگار و نیشانی زنده بودنی آن است. تاجیکستان در واقع یک تورانی کوچک است. نباید فراموش کرد بلکه افتخار کرد که واریسانی اصلی و مستقیمی تورانیانی فرارود همانا تاجیک ها هستند.